مصدق، سایه سرخ، نجات مشروطه. مرداد 1332 ایران در میانه بحران سیاسی و اقتصادی پس از ملی شدن نفت قرار داشت. محمد مصدق با اختیارات فوق‌العاده‌ای که مجلس به او داده بود قدرت را در دست داشت، اما به تدریج از این قدرت برای تضعیف نهادهای مشروطه استفاده کرد. او ابتدا مجلس سنا را از کار انداخت و سپس با همه پرسی غیر مخفی مجلس شورای ملی را منحل اعلام کرد. این اقدام یکی از پایه‌های اصلی نظام مشروطه را از میان برداشت. طبق متمم قانون اساسی مشروطه، حق انحلال مجلس در اختیار شاه بود. مصدق اما با برگزاری همه پرسی و اعلام نتیجه نزدیک به 100% این حق را نادیده گرفت و مجلس را منحل کرد. مخالفان این کار را گامی به سوی تمرکز کامل قدرت در دست یک نفر می دانستند. با از بین رفتن مجلس، تنها نهاد نظارتی باقی مانده از میان رفت و مصدق عملاً بدون نظارت قانونگذاری حکومت می‌کرد. شاه بر اساس اختیارات مشروطه‌اش 2 فرمان سلطنتی صادر کرد. یکی عزل مصدق و دیگری انتصاب سرلشکر فضل الله زاهدی به نخست وزیری. این فرمانها دقیقاً در چارچوب قانون اساسی بود. سرهنگ نعمت الله نصیری مأمور ابلاغ فرمان عزل شد، اما مصدق فرمان را نپذیرفت. نصیری را بازداشت کرد و نیروهای تحت امر خود را در پایتخت مستقر ساخت. پس از امتناع مصدق از پذیرش فرمان، شاه موقتاً تهران را ترک کرد تا از تشدید درگیری جلوگیری شود. در این فاصله مصدق همچنان خود را نخست وزیر معرفی می کرد و دستورات حکومتی صادر می نمود. فضای سیاسی ایران به شدت قطبی شده بود. صبح 28 مرداد مردم و نیروهای وفادار به قانون اساسی به خیابانها آمدند. واحدهای ارتش و پلیس به تدریج به آنها پیوستند. ساختمانهای کلیدی یکی پس از دیگری تحت کنترل درآمدند. رادیو تهران تصرف شد و فرمانهای شاه قرائت گردید. زاهدی با استناد به همان فرمانها مسئولیت نخست وزیری را به عهده گرفت. منزل مصدق محاصره شد و پس از درگیری کنترل آن به نیروهای قانونی سپرده شد. این رویداد ساختار یک حرکت از پایین به بالا علیه رأس قدرت نبود، بلکه پاسخ به اقداماتی بود که از بالای قدرت و علیه نهادهای مشروطه صورت گرفته بود. با استقرار دولت جدید شاه به تهران بازگشت. ساختار قانونی مشروطه دوباره فعال شد. مصدق بعدها در دادگاه نظامی محاکمه و به 3 سال زندان محکوم گردید. آنچه در 28 مرداد رخ داد بازگرداندن نظم بر اساس فرمان قانونی شاه و حمایت بخش‌هایی از ارتش و مردم بود. « 28 مرداد 1332 روزی است که مسیر تمرکز قدرت و تضعیف نهادهای مشروطه متوقف شد. مصدق با استفاده از اختیارات فوق‌العاده و همه پرسی مجلس را از کار انداخت و فرمان قانونی شاه را نپذیرفت. پاسخ به این اقدامات بازگشت به چارچوب مشروطه بود. تاریخ را باید بر اساس اسناد و گاه شمار واقعی خواند. هرچند که بسیاری از جریان‌های چپ و بازماندگان 57 سعی بر کودتا جلوه دادن این بازپسگیری قدرت هستند، اما امروزه با افشای اسناد و امکان انتشار گسترده آنها کمتر کسی این تئوری توطئه را قبول دارد و برخلاف تبلیغات جهانی بسیار برای وارونه جلوه دادن آن، همگان پی برده‌اند که
28 مرداد 1332 نه تنها یک کودتای از بالا به پایین نبود، بلکه دفاع از آرمانهای مشروطه و محافظت از اصل قانون اساسی آن سالها بود. نام مصدق در زمره دشمنان مشروطه و پادشاهی ایران در تاریخ ثبت و ماندگار شد.